خب سلام دوستان عزیز، اومدیم با یه آموزش دیگه. ببینید بچه، چند نفر به من پیام داده بودن که گفته بودن چجوری تونستی ترمینال تو اینجوری خوشگل کنی. نئو آها، ببینید به این تبدیلش کنیم که چجوری اینجوری رابط کاربری خیلی قشنگی داشته باشه. بچه بای دیفالت وقتی که اوبونتو رو نصب میکنید، چیزی که به شما میده بشه. شما باید اول اونو به ZSH تبدیل کنید، یعنی شلتون رو تبدیل کنید به ZSH و یه خورده تمی چیزی سرش نصب کنید که به این حالت در بیاد. ببینید بچه، میایین داخل گیتاب من اینجا اوبونتو باگز. خب میایین داخل اوبونتو باگز ZSH پاور level 10K اینو میزنید. ببینید گفته اگه میخواین به این تبدیلش کنید چیکار کنید. اولین کاری که میکنید این که ترمینال رو باز میکنید، یه کلیر میزنید و اینجا شما اول میزنید sudo apt update. اول این کار رو انجام میدین. بذارین sudo apt update، اول آپدیت کنید، پسورد رو میزنید، شروع میکنه به آپدیت کردن. بعد آپگرید میکنید، بعد میان چیکار میکنید، میان میزنید sudo apt install zsh. از سومین کامند استفاده میکنید، ZSH رو سر سیستمتون نصب میکنید. الان میگه آپگرید apt لیست آپگرید. خب هیچ، این که میگه 7 تا پکیج هستن که میتونی آپگریدشون کنی، میتونی لیستشون رو در بیاری. خب میای چیکار میکنی، بعد میای ZSH رو نصبش میکنی با این کامند sudo apt install ZSH، حالا apt get حالا فرق نمیکنه، میزنی و ZSH رو نصب میکنی. خب الان که دارم برای شما توضیح میدم ZSH من 5/9. بعد شما بعدی که ZSH رو نصب کردین یک کرل نصب کنید که بتونید یه دونه ریکوست بزنید به این چیز، به این HTTPS و بذار سایتش بیارم. این چی بود؟ این او مای او my ZSH. خب این بچه این سایت خودش هم اومده، ولی من همش رو آوردم داخل یه چیز، داخل یه کامند. نگاه کن، بعد میای شل دات یه کامندی داره. خب حالا شما نمیخواد بدونی دقیقا چی کار میکنه. اینو میزنی داخل ترمینالت و یه دونه فایل میاره و درستش میکنه و بعد چند تا یس بله نو هم میزنی و اینجا رو رد میکنی. بعد دفعه بعدی شما برای اینکه خب الان ZSH میاد فعال میشه، همه چیز هم خوبه، ولی میخوای اینجوری شکلک بهش بدی و درست‌ترش کنی، قشنگ‌ترش کنی، شما باید پاورشل 10K رو سرش نصب کنی. خب بذار گیتابش هم براتون بیارم که چه شکلیه. دن 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 دن. پاور level 10K. خب این بچه، این اولیه، این برای ترمینال قشنگ کردن و این چیزاست. خیلی باحاله که شما میتونید نمونه های مختلفش، استایل های مختلف، هر جوری که دوست دارین بچینید. یه آموزشی هم داره، فقط برین تو گیتاب و بشینید مطالعه کنید که چجوری اینو بتونید خوشگل کنید. ولی در کل شما میایین یه دونه گیت کلون اینو وارد میکنید و بعدش کامند بعدی و exit ZSH رو وارد میکنید. به محضی که واردش کردین این استالاش میاد. خب به ترتیب بعد براتون یه کلی چیز میاره. من اینو چون نصب کردم دیگه چیز نداشت، من میخواستم که بگم که چجوری میشه نصبش کرد. بعد از براتون گزینه میاره و به ترتیب گزینه ها رو پر میکنه که نمیدونم میشه الان انجامش داد، چون من یه بار انجامش دادم فکر نکنم بشه. کنترل شیفت، الان میگه هستش. آها، این هم هستش. امیدوارم که بشه رانش کرد. نمیشه برا من چون یه بار رانش کردم. فکر کنم پاور لول
پاور لول. احتمالا اینجا هم زده. اگه بخوای دوباره ریکانفیگش کنی زده که چجوری باید اینو ریکانفیگ کنی، یعنی دوباره بیای از اول کانفیگ رو دستکاری کنی و از نو دوباره درستش کنی که مقدور هست. ولی برای این فقط خواستم بهتون نشون بدم که چجوری میتونین به این حالت تبدیلش کنید. و همینجوری گزینه ها رو برای شما میاره، گزینه ها رو بشینید بخونید، مخصوصا اون چند تای اول که میگه فونت شما میتونه این لوگو ها رو تشخیص بده، اینا قشنگ توجه کنید و اونا رو بزنید و بعد همینجوری گزینه ها رو بهتون نشون میده. میگیم اگه میخواین به این حالت تبدیل بشه گزینه 1 رو وارد کنید، به این حالت گزینه 2 و اینجوری 3 و 4. من الان چیزی که انتخاب کردم این شکلیه. خب بعد هر دفعه ازت سوال متفاوتی میپرسه، شما با انتخاب کردن یکی از اونا میتونید هی استایل های اینا رو عوض کنید و به این شکلی که میبینید تبدیل میشه. الان من اگه cd.home owner و need github، اگه بریم داخل گیتهاب بدون این، ببین بچه‌ها الان من اومدم اونجا، ببینید خوبیش چیه، مزیتش چیه، به شما نشون میدی که الان مثلا من رو برانچ مین هستم و توی این پوشه و الان چیزی هم که دارم استفاده میکنم لینوکس. یه نمایش خیلی قشنگی میده ترمینال، وقتی باش کار میکنید یه لذت خاصی بهش میده. ولی اگر شما حالا دوست نداشتین اینجوری هم بشه، تا همون قسمت ZSHی که گفته بودم نصب کنید کافیه. یعنی مثلا تا اینجا اوکی همه چیز، ولی برای اینکه خوشگل ترش کنید میتونید از این قسمت هم استفاده کنید. پاور لول 10K چیز جالبیه. امیدوارم که از آموزش خوشتون اومده باشه.